این فایل برای توست. موفقیت در زندگی فقط به کار سخت یا استعداد بستگی ندارد. من می‌دانم که برای رسیدن به موفقیت باید خوشبین و مثبت‌اندیش باشم. حتی زمانی که شرایط سخت است. هر روز باید به خودم یادآوری کنم که نگرش من واقعیت زندگیم را شکل می‌دهد. افکار من پایه‌گذار آینده‌ام هستند و برای موفقیت باید ذهنم را طوری تربیت کنم که همیشه بهترین ها را انتظار داشته باشد. وقتی صبح از خواب بیدار می شوم، اولین کاری که باید انجام دهم این است که به قدرت مثبت اندیشی فکر کنم. خوشبینی به معنای نادیده گرفتن سختی‌های زندگی نیست، بلکه باور به توانایی من در غلبه بر آنهاست. دنیا پر از فرصت‌های بی‌نهایت است و من باید در هر موقعیت با دید روشن به آن نگاه کنم. هر چالشی که با آن مواجه می‌شوم فرصتی پنهان دارد. وظیفه من این است که این فرصت‌ها را پیدا کنم و با اعتماد به نفس آنها را به دست آورم. همیشه به یاد دارم که زندگی مانند یک آینه است. هرچه من به دنیا بفرستم همان را به من باز می‌گرداند. اگر من مثبت اندیش باشم، دنیا نیز با پاسخهای مثبت به من واکنش نشان خواهد داد. ذهنم را تمرین می‌دهم تا فقط بر روی آنچه روحیه‌ام را بالا می‌برد و مرا به جلو می‌راند تمرکز کنم. وقتی شک و تردیدها ظاهر می‌شوند، فوراً آنها را با افکار موفقیت و تصمیم گیری جایگزین می‌کنم. باید یادآوری کنم که هر فرد موفقی با شکست مواجه شده است. اما چیزی که آنها را متمایز می‌کند این است که اجازه نمی‌دهند شکست‌ها آنها را تعریف کنند. صحبت‌های مثبت با خودم بسیار مهم هستند. کلماتی که به خود میگویم به اندازه کلماتی که دیگران به من میگویند اهمیت دارد. ذهنم را با تأییدهای مثبت تقویت میکنم. تأییدهایی که ارزش، توانایی و اهدافم را تأیید میکنند. هر روز به خود میگویم من توانمند هستم. من ارزشمند هستم. من شکست ناپذیر هستم. این گفتگوی درونی انگیزم را تقویت می کند و مرا در مسیر اهدافم نگه می دارد. من کنترل چشمانداز زندگیم را در دست دارم، حتی اگر شرایط تاریک به نظر برسد. انتخاب با من است که روی نور تمرکز کنم. من مسئول واکنش‌هایم به وقایع زندگیم هستم و با انتخاب خوشبینی خودم را توانمند می‌کنم تا همیشه راهی به جلو پیدا کنم. ممکن است مواقعی پیش بیاید که برنامه‌هایم طبق انتظار پیش نرود، اما با حفظ نگرش مثبت همیشه راهی پیدا خواهم کرد. یکی از بزرگترین قدرت‌هایی که می‌توانم پرورش دهم تاب‌آوری است.
زندگی ممکن است مرا آزمایش کند، اما با داشتن مثبت اندیشی به عنوان نیروی هدایتگر من قوی‌تر از گذشته باز خواهم گشت. مثبت اندیشی فقط یک حالت احساسی نیست، بلکه یک مزیت استراتژیک است. با حفظ روحیه بالا و آینده نگری من خودم را در موقعیتی قرار می دهم که راه حل‌هایی را ببینم که دیگران ممکن است از دست بدهند. کلید کار این است که باور داشته باشم هیچ مانعی برای من غیر قابل عبور نیست. در طول مسیر زندگیم باید بیرحمانه از خوشبینیم محافظت کنم. خودم را با افرادی احاطه می کنم که مرا بالا می برند، نه کسانی که انرژیم را تخلیه می کنند. در فعالیت‌هایی شرکت می کنم که به من الهام می بخشند و ذهنم را بر روی چیزهای متمرکز نگه می دارند که واقعاً اهمیت دارند. وقت و انرژی من ارزشمند است و باید آنها را عاقلانه در کارهایی سرمایه گذاری کنم که به رشد و موفقیتم کمک کند. مهم است که همیشه قدردان باشم. قدردانی مثبت اندیشی را تقویت می کند. با تمرکز بر آنچه دارم به جای آنچه ندارم ذهنم را به حالت فراوانی سوق می دهم. این طرز فکر فراوانی درهای موفقیت و شادی بیشتری را به روی من باز خواهند کرد. هر روز لحظه‌ای به قدردانی از نعمتهای زندگیم می پردازم و خواهم دید که خوبی‌های بیشتری به سراغم می آیند. موفقیت یک سفر است، نه یک مقصد. در طول قدرت ادامه دادن را به من می‌دهد. به خودم و به فرایند زندگی اعتماد دارم. بزرگترین دارایی من در زندگی طرز فکرم است. من بیرحمانه و ظالمانه مثبت اندیش بودم و خواهم ماند. هر اتفاقی که بیفتد دنیا به کسانی پاسخ می‌دهد که به تواناییشان برای خلق آینده‌ای بهتر ایمان دارند. من قدرت شکل دادن به واقعیت زندگیم را دارم و با انتخاب مثبت اندیشی موفقیت را انتخاب کرده ام. ما در حال ورود به بعد پنجم جهان هستیم که جایگاهی برای ترس، ناکامی و شکست در آن وجود ندارد. پس همیشه مثبت بمان، قوی بمان و به قدرت شگفت‌انگیز درون خودت اعتماد کن.